لو رفتن پشت پرده عجیب برنامه عشق ابدی که نشون میده دهن سرویس ها همه چیزشون دروغ بوده. مثلا ایشون که کلی برای سگش که مرده گریه کرده گویا اصلا سگ نداشته. میدونستم ولی اصلا به روی خودم نمیبرم. به سیاستی صحبت کرد گریه همه رو در بیاره که بخواد هضم نشه. اصلا حتی گفته شد که ترانه سگ نداره. یا چند نفرشون داخل یه رابطه جدی بودن و برای مشهور شدن داخل برنامه شرکت کردن. دوست دختر داشتی وقتی اومدی تو برنامه؟ دوست دخترت رفیق صمیمی نگار بوده و خلاصه همه دروغاشون لو رفته که توی این ویدیو میبینید. از اون طرف هم متاسفانه یه گروه از افغان‌ها باز دست به اقدامی عجیب زدن که یه دختر دم بختو میدزدن و بعد از گروهی توی جنگل میزنن و کلی اتفاق عجیب و جنجالی دیگه که قراره با هم توی این ویدیو ببینیم. فقط قبل هر چیز لطفاً لایک ویدیو و ساب کردن کانال یادتون نره. دمتون گرم. خب آقا پیش بینی میشد که توی این برنامه عشق ابدی دروغ زیاد گفته شه، ولی دیگه چیزایی که الان لو رفته واقعا عجیب غریبه. مثلا دیشب کلی برای هم گریه کردن و این خانم میگفت سگم مرده و من به دلیل شرکت تو برنامه نتونستم برم پیشش و همه با هم زدن زیر گریه که حالا خودشون هم اومدن لو دادن که این خانم اصلا سگ نداشته. با یه سیاستی صحبت کرد که گریه همه رو در بیاره که بخواد هضم نشه. به قولی اصلا حتی گفته شد که ترانه سگ نداره، چرا داره گریه میکنه، اصلا سگ نداشته. حالا امروز هم هی کلی داره از سگش استوری میذاره و هرچی. ما کاری نداریم که تایید بخوایم بکنیم تکذیب بکنیم، ولی حرف زده شد که اصلا ترانه سگ نداره. این حرفا رو داره میزنه که بخواد ترحم بخره و رأی ما رو بخره که بهش رأی خروج ندیم. اینجوری بود داستان. و میگم پشت صحنه رو شما نمیدیدید، نمیدونید، فقط دارین. از اون طرف هم گویا یه عده کلاً داخل رابطه بودن و فقط برای شهرت توی این برنامه بودن. مثلا این آقا که اسمش میلاده و خیلی مظلوم بود، حالا مشخص شده که با یه دختر به نام سوگل تو رابطه بودن و کلاً هر چیزی که اونجا گفته میشد دروغ بوده. کشید کنار گفت چته؟ گفت ما رو چت منو خونن، من دارم دیوه میشم. واقعا چجوری گریه نکنم؟ به خود شما اگه جای من بودید واقعا شرایط خیلی فرق میکرد. من چجوری گریه نکنم؟ خودتون رفتار من از اول تا همین قسمتی که بودم دیدین. میلاد حتی به من گفت یعنی اون کامنتیو که زیر اون پستی که عکس من و دوست دخترمو گذاشتن گفتم من بودم پاک نمی‌کنی؟ گفتم نه، مگه اسکلم؟ معلومه که پاک نمی‌کنم. مگه من از کسی ترسی دارم؟ چرا باید خودمو خراب کنم به خاطر یک کسی که احساس منو به بازی گرفته؟ معلومه که نمی‌کنم. همین الانم بهترین رفیقمه اگه حد و حدود خودش رو بدونه. و سلام. کل حرفا همینه.